کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داد که در چارچوب تفتیش پرونده برانگیختن نزاع دینی و با مقصد اندیشیدن چاره‌های بی تأخیر برای سالم گردانی محیط دینی در کشور، زاده ولایت نورین عبدالدایف ارستنبک سال تولدش 1968 معروف با نام ارستان علای دستگیر شده است. عبدالعلیف روز 13 دکبر سال 2023 غیب زد و تنها بعد 2 روز معلوم شد که او از سوی ماموران کمیته امنیت ملی دستگیر شده است. خود ارستان علای برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به اطلاع رسمی کمیته دولتی امنیت ملی سبب کشادن پرونده به ضد او کتاب‌هایش و همچنین بیانیه‌هایش در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد که در آنها علامت‌های دعوت به برانگیختن نزاع دینی و بین دین‌ها و جدا کردن شهروندان از نگاه منسوبیت دینی دیده می شود. او خود را خدای نو نجات بخش می شمارد و دین و مذهب باوری‌های دیگر را خرافاتی ناقص و بی اساس شمرده به آنها باوی منفی می دهد. تاکید شده است در اطلاع کمیته امنیت ملی. این یادم چنین گفته است که اکثر پیروان ارستان علای دختران بودند که تحت تاثیر عقیده های او قرار گرفته عقیده خود را عوض می کردند. این باعث نزاع و جدایی در داخل خانواده او می گردد. در این زمان ارستان علای دخترانی را که او را پیروی می کردند برای قانع ساختن نفس شهوانی خود استفاده می برد. گفته می شود در اطلاع کمیته امنیت ملی قرقیزستان عبدالدایف در قرقیزستان با بیانیه‌های عجیب و غریبش نام برآورده است. او از جمله خود را خدای نو اعلان کرده ادعا داشت که موضوع کرونا ویروس را فرستاده است. عبدالدایف سال 2019 در مصاحبه‌اش با نشریه قرقیزی نیوز کیگه گفته بود که خداوند تنها به یک انسان ارستان علای قدرت کیانی عطا کرده است و از این رو من خود را خدای نو می شمارم. من رسالتی را که به من از آسمان داده شده است اجرا می کنم. او همچنین در آن مصاحبه ادعا کرده بود که گویا پوتین برای نجات و حمایت انسانیت انتخاب شده است چون که مردم روس مردم عادل است. عبدالدایف همچنین می گفت که می خواد انسانیت را متحد بسازد و پیش ببرد و در اجرای این رسالت به عقیده وی قرقیزا باید نقشه اساسی را اجرا کنند چون که از بالا محض به قرقیزا حق راهنمایی داده شده است، اما نه به همه بلکه به افراد منتخب.